سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه، از ویدیو ما لذت ببرین. امروز قراره بهتون پاییز ویکتوریا رو نشون بدم. درود به همگی گایز، خیلی دوستتون دارم دیگه، خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. بریم ببینیم چه خبره امروز. بچه‌ها هوا امروز خیلی باد میاد. ما تصمیم گرفتیم که بیایم یه نوشیدنی گرم بخوریم، یه ذره حالمون اوکی بشه. به همگی بچه‌ها جاتون خالی، اومدیم یه پارکی که واقعا حال و هوای پاییز ویکتوریا رو داره و پر از زمین رو الان بگیریم براتون، پر از برگای طلایی و زرد و اصلا رنگی پنگیه. جاتون خیلی خالی. امیدوارم که از دیدن صحنه‌ها و تصاویر لذت کافی رو ببرین. دوستتون داریم، با ما همراه باشین. فعلا بچه شانسی که آوردیم امروز قرار ساعت 1 بارون بیاد که خدا رو شکر نیومد. ما تونستیم بیایم تو این جنگل به این خوشگلی بتونیم یه ولاگ خیلی زیبا برای شما تهیه کنیم. میکروفونم گرفتیم نرسیده هنوز. دوستانی که اشاره میکنین صدا بده، میکروفون گرفتیم. آره. برسه ایشالا ولاگ بعدی با صدای خیلی رسا براتون توضیح خواهیم داد. بچه‌ها انتهای این جنگل فکر کنم به اقیانوس میرسه. یه برگ طلایی من دارم این گوشه. رسیدیم به این اقیانوس خفن و خوشگل. چقدر موجش چیزه طوفانیه چون باد داره بارون بوده. آره حواستون کنیم. بعد اون چه جرأتی داره اون آقا رو پشت سر هم اون داره میره خودکشی کنه. تو این خودشو داره غرق میکنه. موجای بسیار زیاد رفته اون یه هارگیری ریزی داره. امیدوارم که این برسه خونش. امیدوارم صدای ما هم به شما برسه. میدونم که خیلی از اعماقه ولی میکروفون تو راهه. حالا بشین پیشم.
آره نمیای چرا؟ حالا نه توتیا رو دیدی؟ این بره بالا ها. آره میره بالا. آقا میخوای ساعت‌ها بشینی اینجا گریه کن چی صفاشو ببر. من میخوام بشینم ببینم این آقای اگه کمک خواست اون دیگه داره نجاتش شدیم. اون بنده خدا قصد هارگیری بیچاره داره داره. میره واسه خودش. خداحافظی کرد از صحنه خارج شد. آخر روز آخر زندگیش میشه. بچه‌ها فقط شما صدای دریا رو گوش بدین.